میکنی که سن ما 70 ساله است. ماشاءالله. دینی 70 سالگی ما همراه مادر اولادا کالاشویی میکنم. باورت میشه؟ خانه جارو کردن و این مسائل ظرف شستن دیگه پای دیگه بیخی بجای باشه. شما باز جوان هستی، در این گپا باید شانه بتی با همسرتان که شیرین ترین نزدیکترین فردی که در جامعه به انسان است خانمش است و اولادایش است. وقتی که با او همکاری بکنی این گپ بسیار خوب و نیک است و خداوند خودت بسیار پر به عزت بالا میبره، نه که پایین میاره. حالا ما خو اینمو تو عادت کردیم از اون پدر کلانا و نیاکان اینمو تو مانده که زن عسکر باشه باید. حالا ما عادت کردیم اما غرور خود نمیتونیم شکستانده. اینمی خودش بیادبی محف دیگه. خواهش میکنیم که قهر نشید. این جهالت است. جهالت به خاطری است که پدرها و نیاکان ما در عصر سابق زندگی میکردن که در او عصر اونمو تو رسم رواج بود، ولی آل همگی میفهمه که حق هر کس باید برش داده شود، اگر زن است یا مرد است، اگر خوب است یا خراب است، حقش باید ما برش